جور شده دیگه. پیاده روش هم جای نیست. سرک پایین شویم و بریم. واقعا دوستان بسیار بیربار زیاد است. موتر خودت پیدا نمیشه، نه در سینمای پامیر نه در پل شاه دوشمشیر هیچ اصلا موتر نیست. کلی دوستان عزیز منتظر موتر هستن. پس وقت ما دیده بودم که اصلا پل نیست. این پل بسیار بزرگتر است نسبت به او. این دست فروشا و این موترها دوستان عزیز، دست فروشا به هر صورت این موترها دو طرفه سرک بند میکنن، در حالی که سرک موترلو موتر مطمئن باشین که نیست. اون زندگی خودم میچلانه بسیار خوب شو که تو تلوکس او قدر هم نیخو، یعنی او قدر که دستش بدگاه دراز نباشه دیگه. همگی ما میتونیم دوستان عزیز کار بکنیم و این امر باید دیگه از جامعه ما گم شود. هر چند امارات اسلامی افغانستان، دولت افغانستان چندین باری یارا جمع کرد. سلام و درود نصارا تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، نفس ما بیخی سوخته. یک قسم بیربار از شهر، یک قسم بیربار است که هیچ قابل گفتن نیست. فکر میکنی که زمین و زمان دم شهر منه. پیاده روی سینمای پامیر هم میبینین دوستان عزیز که نجور شده دیگه. پیاده روش هم جای نیست. سرک پایین شویم و بریم. واقعا دوستان عزیز بسیار بیربار زیاد است. موتر خودت پیدا نمیشه، نه در سینمای پامیر نه در پل شاه دوشمشیر هیچ اصلا موتر نیست. کلی دوستان عزیز منتظر موتر هستن که میایم اون تو خشت وارو چینده شدگی گفته همین کلام مطلع دارن نه موتر می خشت وارو چینده. همون دوستان عزیز پل کنه کلگی منتظر موتر است. کلگی موتر نیست. اگر دوستان عزیز قدر موتر پیدا کردن باید آسان باشه در کابل، اما ببینید که نفوذ به قدر زیاد است که موترها اصلا جوابگوی این نفوذ نیست. ما بریم طرف تیمورشاهی دوستان عزیز، تیمورشاهی کابل ببینیم. بسیار بیربار از دوستان عزیز، بسیار زیاد، به حد و اندازه. هیچ طرف نمیرم، از این بین سرکم تو میریم دوستان عزیز. دیگه خودتان بیننده باشین، چیز هم شکایت نکنین در کامنت ها. میبینین که وضعیت ها چندان جور نیست، هر طرف بیربار است و مخلوقات یک گد ود هستن دیگه. بازار از دوستان عزیز، موتر هم از پشت سر میه خوینی باز خرابی میکنه. در این سرک دیگه نباید موتر بره دوستان عزیز، باز خصوصا در تو وقتا صبح وقت شام این وقتا گپ جدا، اما این وقت دیگه وقت موتر رو نیست. آران تیت گذرگاه لبنیت باز اگر روی دیگه خدا بنداز مرد خدا، راه کم نیست که میگی از میگه یا که حداقل منتظر باشه نمی کارهای باربریتان بعد از این بیربار انجام بدین. طرف های شام صبح وقتش نیست. تکسی وانا رو ببین، راه کلان بند است دوستان. سرک پیاده رو ویسو کلش بند است. برو بیادر دیگه، برو که هیچ اصلا نمانده. این پل بیاید دوستان عزیز، از پل خدا جل او طرف پل بندازیم که او طرف اگر یک ذره بیربار باشه من قواره از اصونه که میبینم از این بهتر است. موترها بیسو خادمات در موترها خشتور چیندگی بود، تو سو موترها در سرک خشتور چینده هستن. موترها با دو طرفه میان دوستان عزیز. این سرک که مردم جای نمیشه، موترها دو طرفه میان. اونجا یک موتر دیگه است، باشه که موتر بره دوستان. برو بکشیم خدا. برو والا یه جای سوری گرفتن باشه. همینطور از دوستان از شهر بازار بیرون میشه. اگر اینکه سرک بسیار کلان سرک است، وقتی که یک بار جمعش کرده بود ناحیه تمام از این دست فروشا رو براتون نشان دادم میشه مکمل. اگر ندارین ویدیوشو برین نیم پلی لیست از ببینین، ببین که چقدر سرک بزرگ است.
یک روز همون تو پل خشتی دوستان عزیز جمع کردن روز افتتاحیه هیچ کاروچی نماندن. پل میدیدی میگفتی این پل چه قسم پل است؟ وقتی من دیده بودم که اصلا پل نیست، این پل بسیار بزرگتر است نسبت به او. این دست فروشا و این موترها دوستان عزیز، دست فروشا به هر صورت این موترها دو طرفه سرک بند میکنن، در حالی که سرک موترلو دیگه نباید باشه. سرک بازار و لیلامی فروشی است. در پیاده رو اصلا نخواد گشته شود وقتی در سرک گشته نمیشه. اما دوستان عزیز جدا از قدر شکایت هایی که ما داریم، واقعا نمی صمیمیت مردم کابل که میبینم، همین خرید فروش، همین جمع و جوش قلب مازنده میشه. چی میگه، یک روحی تازه میگیریم که مردم کابل و مردم افغانستان هنوز در جمع و جوش هستن و هنوز زندگی میکنن. اگر نه دوستان عزیز مشکلات در افغانستان بقدر زیاد است که تقریبا دوستان عزیز کلم ما زیر خط فقر زندگی میکنیم. هیچ کدام ما نیستیم که تو درست بگیم نه ما زندگی نرمال داریم. کل ما مشکلات داریم در افغانستان. تا میری بیربار شده میره. رنگ دوستان عزیز پل بندازیم فراوکسو. برو خاله جان. یعنی گروگره رو میبینین دوستان عزیز، یا به اصطلاح ما بخونه خیرات خور میگیم برش. چند روز قبل پلیس کابل اعلام کرد که امر بالمعروف 3 تایزی ها را گرفته. از 3 تایزی ها حدس بزنین که چی پیدا شده. تقریبا 700,000 افغانی، 7 لک افغانی. 7 لک دلار بسیاری ما شما نخواد در دستم گرفته باشیم. 7 لک افغانی، کلیدای موتر دیگه، انگشترهای طلا، لاکت‌های طلا دیگه. یگانه چیزی که دوستان عزیز ما نمیخوایم بگیم، اما چیزی که واقعا هم وجود آدم میگم، ذهن آدم میگه، حسش شما آدم میگه، بسیاری از این خیرات خورا مجبور نیستن. یک عادت شده برشون، مثل یک وظیفه شده، وگرنه خدا دست داده پای داده میتونن 1000 کار بکنن. 1000 آن جوان دیگه ما بیکار است که میرن دوستان عزیز کارگری میکنن، بیل میزنن، بسیار کارهای اندک. حداقلش کراچیونی میکنن، روز 200 تا 500 افغانی را پیدا میکنن با زحمت خود. یا یک بس رواج ناپسندم از دوستان عزیز. رواج چی؟ رواج نیستی. خب این کلمه را گوش نکرده بگیرین، رواج نیست، یک امر ناپسند است. خودت کار نکو، وقتی دست داری پایداری از مردم پول مفت بخواه، دیخو نمیشه. اگر بگویم کار نیست دوستان عزیز میگه پا خود دروغ میگیم. کل ما بینی جوان ببینین اینجا 6 تا دیگهش ببینین آب انار فروشی میکنن. بچه قدر سرمایه زیاد شاید زیاد نباشه، نهایتش 1000 افغانی. این مینار را کلش 1000 هم نیست دوستان عزیز، مطمئن باشین که نیست. اون زندگی خودم میچلانه بسیار خوبه شو کم تو لوکس او قدر هم نیخو، یعنی او قدر که دستش بدگاه دراز نباشه دیگه. همگی ما میتونیم دوستان عزیز کار بکنیم و این امر باید دیگه از جامعه ما گم شود. هر چند امارات اسلامی افغانستان، دولت افغانستان چندین باری یارو جمع کرد، اینا رو جمع کرد دوستان عزیزی و شک آورد پیشو کمر رقصش برای اتوبوس ایرا بندی عکس اصلی ما را گرفته و راه نیست دیگه. سودی پیاده رو نالا مردم قال مقالش سر ما میبره دیگه. چندین بار دوستان عزیزی رو جمع کرد، حتی برشون مشت این کرد، باز پیدا شدن دیگه. بگذاریم از این امروز زیاد شکایت کردیم در این ویدیو دوستان عزیز. قف سرک پیاده رو میبینیم که سمت ایچی شده، چی نام داشتی، سانکشنی شده. انشالله که ویدیو خوشتون آمده باشه دوستان عزیز، از ویدیو لذت برده باشین. در بیربار و گروادی کابل ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی همه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.